اشکان شادکامی اومده و گفته بلایند دیت وینی و اکس دیت اشیله همش ساختگی بوده. حالا سوال اینجاست آیا واقعا این ماجرا نقشه‌ای برای جذب بازدید بوده یا اشکان داره اشتباه میکنه؟ و مهمتر از همه چرا پیج وینی بسته شد؟ تو این ویدیو همه چیزو با هم بررسی میکنیم. پس تا آخر با من همراه باشید و لایک و سابسکرایب رو بزنید تا بریم واسه ادامه ویدیو. خب قبل از اینکه بریم سراغ حرفای اشکان بیاین ببینیم اصلا ماجرا چی بوده. ماجرا از اونجایی شروع شد که وینی یه ویدیو منتشر کرد و گفت که توی بلایند دیت شرکت کرده، یعنی قراری که هیچ شناختی از طرف مقابل نداشته. بعدش هم اشلی هم گفته اونم یه تجربه مشابه داشته. این ویدیو وایرال شد و کلی هم بازدید گرفت. اما حالا اشکان شادکامی اومده و میگه همه اینا نقشه بوده. یعنی چی؟ اشکان شادکامی توی یکی از ویدیوهاش گفت که این قرارهای عاشقانه که وینی و اشیلی ازشون صحبت کردن واقعی نیستن و فقط برای جذب بازدید و ساختن درام بودن. به گفته اشکان بعضی از یوتیوبرها برای اینکه توی ترند بمونن داستانهای ساختگی میسازن و مخاطبو به بازی میگیرن. اما این وسط یه سوال پیش میاد، اشکان چجوری مطمئنه که این داستان ساختگیه؟ آیا مدرکی داره یا صرفاً بر اساس حدس و گمان صحبت میکنه؟ برنامه دیت بودن. اولین کسی که اومد یه دیت ساخت یکم با کیفیت تر و یکم از بقیه دیتا بهتر بود و متفاوت تر اکس دیت بود که اشیله ساخت. ولی اولش مثلا اونقدر کیفیت خوبی نداشت ولی رفته رفته بهترش کرد. ولی اکس دیت از نظر من 90% فیکه. حالا من 100 رو نمیدونم ولی از نظر من اکس دیت کلا یه چیز فیک، یعنی هیچ چیزی داخلش نیست. و مثلا وینی من چون خودم شرکت کردم میدونم یا واقعا واقعیه، یعنی اون دو نفر اصلا همو نمیشناسن، میتونن با هم اوکی بشن. حالا از بعد بلایند دیت من دیگه نمیدونم برنامه نخش و اینا این دیگه من نبود، ولی تو برنامه‌های قبل من و بلایند دیت واقعی بود. یعنی اون دو تا شخص اصلا همو نمیشناسن، من واقعا طرف مقابلم نمیشناختم. ولی مثلا اکس دیت و اینا مثلا میگه آقا با نفر قبلی اینه دیگه اصلا اونم گیریم درست بود. از اون به بعد دیگه سلسله این شد که آقا اصلا بیایم فیک درست کنیم، یه چیزی بگیم و بریم جلو. و انش کی درآمد؟ انش وقتی درآمد که اومدن دیگه ویدیوهای فیک درست کردن فقط صرفا برای ویو. و حالا این مخاطبینی که از دیت موندن توی یوتیوب صرفا الان دیگه هر کی میاد 10 نفر شدن یه اکیپ شدن هی برنامه دیت میسازن که فقط 100 کی بخوری 500 600 میلیون پول ببرن تو 3 4 ماه از یوتیوب. یعنی هدف دیگه تولید محتوا نیست، فقط یه چیزی که ازش بکشی بیرون، اولر از دیت بکشن بیرون. میفهمی اون ماهیت دیت عوض شد کلا. و این علت یکی از علتایی بود که از نظر من فاتح بلایند دیت حالا کلا دیتا خونده شد این بود که دیگه مثلا کسایی که اصلا کارشون یوتیوب نبود، اصلا یوتیوبر نبودن، در بحث دیت اومدن شروع کردن به دیت ساختن. میفهمی؟ یعنی به هر کسی هم کلا نمیاد، اون سیستشون ندارن، ولی دیگه همه حالا مثلا دیگه دارن دیت میسازن. من خودم الان مثلا دیت میساختم شاید 1 میلیون 2 میلیون میخورد، ولی مثلا من به نظرم مثلا دیت ساختن الان بیشتر منفی تا مثبت، یعنی داره وجهی منفی تو مردم وارد میکنه از نظر من. شاید هم اشتباه باشه. توییت بعد گفته چرا تو جشن 100 شدن وینی نبودی خودت؟ من بچه‌ها مریض بودم و فکر کنم کرونا داشتم اون هر چی بود و کلا من خودم رو از بچهای دیت جدا کردم. یعنی دیگه کلا تو هیچ برنامه دیتی دیگه نه شرکت خواهم کرد، نه رفتم، نه خواهم رفت، نه خواهم ساخت. یعنی من اون یه بارم که رفتم مخاطبین خودم خانواده اشکانیان خانواده‌ام خیلی از من ناراحت شدن، حالا دلایل خود. بعد از انتشار این حرفا وینی بالاخره سکوتش رو شکست و یه استوری گذاشت که میگفت به نظرتون چرا بعضیا اینقدر دوست دارن همه چیزو ساختگی بدونن؟ اما جالبتر اینجاست که چند ساعت بعد پیج اینستاگرام وینی غیر فعال شد. بعضیا گفتن که خودش دیاکتیو کرده تا از جنجال دور بشه، اما یه سری هم معتقد بودن که اینستا پیجشو بسته. حالا این قضیه خیلی عجیب شد. چرا یه پیج با کلی فالوور درست بعد از این جنجال بسته میشه؟ حالا باید از خودمون بپرسیم که چرا این اتفاقات میافتن. آیا یوتیوبرها واقعا برای بازدید همچین درامایی میسازن یا بعضیا بیش از حد توهم تئوری توطئه دارن؟ یه نکته مهم اینجاست که توی یوتیوب هر چقدر محتوا جنجالی تر باشه بیشتر دیده میشه و بیشتر بازدید میگیره. حالا این وسط مخاطبا باید تصمیم بگیرن که چه چیزی رو باور کنن. خیلی ها میگن اشکان داره حقیقت رو میگه و این بلایند دیتا فقط نمایش بودن، اما یه عده دیگه معتقدن که اشکان بدون مدرک حرف زده و فقط خواسته خودش رو مطرح کنه. حالا حقیقت چیه؟ فقط خودشون میدونن. خب رفقا نظر شما چیه؟ آیا وینی و اشیله یه داستان ساختگی رو انداختن یا اشکان داره اشتباه میکنه؟ و مهمتر از اون چرا پیج وینی بسته شد؟
نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی باشید چون این ماجراها هنوز تموم نشده. پیشنهاد میکنم اگه ویدیوهای قبلی ما رو هم تماشا نکردید حتما یه سر بزنید و تماشاشون کنید چون مطمئنم خوشتون میاد. دم همتون هم گرم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.